عبدالستار اصلا خبرنگار است، اما چند سال آخر با تاکسیرانی روز می‌گذراند. آخر سال گذشته در یک مراجعه ویدیویی به پرزیدنت امامعلی رحمان درباره چند مشکل از جمله بیکاری گفت. خود عبدالستار میگوید بعد آنکه پی هم 2 دفعه از سوی ناظران راه برای مسافرکشی غیر رسمی جریمه شد، تصمیم گرفت در نوار از مشکلات بگوید. پیش از اون که این ویدیو رو کردم، من قریب 1 سال پیش وقتی که رئیس شهر نو تعیین شده بود، در وایبر ایشون که اعلان کردم برای مراجعت، من گفته بودم که همه پرابلم هست مبوده که مردم به تنگ آیند. خوب می شود که از حاضر شما یک چوراندیشی کنید. فعالیت تاکسی های غیر رسمی به مانند تاکسی عبدالستار مخصوصا در دوره پاندمی کرونا ویروس در کشور خیلی زیاد شد. با بسته شدن راه به سوی روسیه و افزایش صف بیکاران، بسیاری ها برای پیش بردن زندگی به تاکسیرانی روی آوردند. عبدالستار پیر محمدزاده میگوید میخواست برای تاکسیرانی اجازت نامه بگیرد و فعالیت خود را رسمی کند، اما برای این باید ماشین می داشت که حداقل سال 2016 هم استحصال شده است. اکثر ماشین هایی که به مسافرکشی مشغولند کهنه هستند و رعایت این طلبات برای صاحبان آنها مشکل است. مردم دیگر راهی درآمد ندارند، فقط به خاطر اون برای میبرند که مثلا با همون 5 نفر 6 نفر مسافر در روز میکشونند، 4 نان میگیرند، 2 کیلو شکر، شیرینی گرفته برای کودکانشون از کوچه به خانه میدارند. تمام. ماه اکتبر سال گذشته وزارت نقلیات یکجا با حکومت شهر دوشنبه برای آشکار کردن تاکسی های غیر قانونی رید گذراندند. به ادعای مقامات این مسافرکش ها غیر رسمی و کهنه بوده به خطر نیستند، قاعده های حرکت در راه را ویران میکنند و باعث به تنبشوی در راه ها میشوند. چون این تاکسی ها را هم اکثرا ناظران راه نگاه داشته جریمه میبندند. وزیر نقلیات تاجیکستان غیر انتظار ساکنان گفت مقامات به فعالیت تاکسی های غیر رسمی ضد نیستند و برعکس آماده هستند به آنها یاری کنند. وزیر گفت در این رابطه آنها به زودی تصمیم خواهند گرفت. یعنی آموختن کدام راه خطی؟ یعنی شکل مثلا چه شما گفتید یگون جمعیت تشکیل کردن یا اینکه یگون امتیازهای و خطی پتنت میگیرن یا دیگر میگیرن. تاکسی های غیر رسمی یکی از نقلیات سر استفاده و نسبتاً ارزان در شهر است. راهگیرای این نوع نقلیات کمی بیشتر از مسافربرها بوده، اما از تاکسی های شرکت های رسمی خیلی ارزان تر است.